شجاعت میخواد توی روزگاری که همه بهت فوش میدن سرتو بگیری بالا بگی من از ایرانم دفاع میکنم. به نام خدا و به نام ایران. بسیار خوشنودم که به نام خدا و ایران شروع کردم. من روانی ایرانم. دگرش پدران تا الان نسبت به ملت ایران داره. من انقدر روانی ایرانم که اگر میگم بزنید میزنیم، اگر امروز بود 1354 در زمان محمد رضا شاه پهلوی بود همینو میگفتم، زمان ناصرالدین شاه بود همینو میگفتم، هخامنشیان هم بود همینو میگفتم. وطن همون خونه است، جاییه که بهشت باشه یا جهنم. من همیشه فقط در ایران زندگی میکنم. من برای ایران این حرفو زدم. بعد اعلام جنگ بخونید نماز وحشت، برسم پشت خاکریزتون فقط اشهد. این تجاوز رپی بعد ضد حملت، خودکارا زیر گلو رو سینه سر رپر. الله اکبر.